سلام عرض می‌کنم. حضرت آقا، شرکت ما در حال حاضر بیش از 500 میلیون دلار قراردادهای خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آسیای میانه در دست اجرا دارد و 6 سال پیاپی از سال 1396 تا 1401 موفق به دریافت رتبه صادرکننده نمونه و برتر کشوری گردیده است. در حال حاضر پرسنل شاغل در این شرکت حدود 2000 نفر میباشند که خوشبختانه میانگین سنی مدیران و کارشناسان این شرکت 33 سال میباشد. مهمترین دلیل موفقیت‌های به دست آمده علاوه بر اقدامات مؤثر و گوناگون سهیم نمودن مدیران جوان و پرسنل تاثیرگذار در سود پروژه ها میباشد. و اما آنچه قصد دارم در این فرصت مغتنم به آن بپردازم دایره بسیار وسیعی شامل 50,000 شرکت پیمانکاری و 3400 شرکت مهندسی فعال در حوزه زیرساخت میباشد. این مجموعه عظیم ظرفیت اجرای هزار میلیارد تومان پروژه را دارا میباشد که با نرخ سال 1400 حدود 40 میلیارد دلار است. به حرکت درآوردن این ظرفیت قابل توجه که به معنای اجرای پروژه‌های عمرانی بسیار خواهد بود، از عهده بودجه عمرانی با توجه به سوابق گذشته و وضعیت آینده بر نمی آید. در نگاهی متفاوت این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و از این فرصت استفاده نمود تا با طرحی جدید از ظرفیت مالی، مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی بهره برد و موتور محرکی برای اجرای پروژه ها و نهایتاً ایجاد اشتغال پایدار و وسیع ایجاد نمود. طبق برآوردها و آمار حدود 6000 پروژه عمرانی ملی و هزاران پروژه استانی نیمه تمام به مبلغ تقریبی بروز شده حدود 600 همت در کشور وجود دارد. لذا برای ایجاد تحول اساسی انتخاب حدود 10 کنسرسیوم از شرکت‌های داخلی با گرایش‌های فنی مختلف و واگذاری 150,000 میلیارد تومان از پروژه‌های نیمه تمام فوق الذکر در بخش اول که توجیه اقتصادی داشته باشند با ایجاد ساختار مالی و مدیریتی کارآمد امکان پذیر میباشد. اعتقاد دارم ساختارهای حقوقی و اجرایی حاضر برای اتخاذ تصمیم در زمان منطقی و بررسی و تصویب مدل‌های مالی و اجرایی کارآمد نبوده و تغییر اساسی در این حوزه راهگشا خواهد بود. اطمینان دارد در صورت موافقت حضرت عالی با انتصاب نماینده ویژه برای اجرای این امر مهم می توان تهدیدهای فوق را به فرصت تبدیل نمود و با فعالسازی شرکت‌ها ایجاد فرصت‌های فراوان شغلی و اتمام بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام تحولی عظیم ایجاد کرد. با فرض اجرای برنامه‌های فوق ذکر که عرض کردم خدمت شما، همچنان ظرفیت عظیم فنی و مهندسی کشور پتانسیل فراوانی دارد که میبایست در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کارگیری گردد. طبق بررسی انجام شده ظرفیت بالقوه شرکت‌های ایرانی در این حوزه 20 تا 25 میلیارد دلار میباشد. در اوج حمایت‌های دولتی و پرداخت مشوق‌های صادراتی در سال 1390 رقم صادرات خدمات مهندسی به 4.2 میلیارد دلار رسیده بود که با قطع این حمایت‌ها و تغییر شرایط بین‌المللی دچار افت گردیده و در سال 99 به حدود 500 میلیون دلار رسیده بود. فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و بهبود روابط با همسایگان و بعضی حمایت‌های داخلی منجر به رشد مجدد صادرات خدمات مهندسی در سال 1400 و رسیدن به رقم 2.3 میلیارد دلار گردید. راهکاری اساسی که می‌تواند در شرایط حاضر و با وجود مشکلات بین‌المللی این رقم را ابتدا به 6 میلیارد دلار و در یک دوره 5 ساله به 25 میلیارد دلار برساند به شرح زیر است: ایجاد ساختاری واحد برای مدیریت و تصمیم گیری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و البته عموماً صادرات که بارها از طرف فعالان این حوزه درخواست گردیده است. در صورت تشکیل این مدیریت واحد که در حال حاضر حدود 15 ارگان و سازمان مختلف این وظیفه را به عهده دارند، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که این جانب افتخار و عضویت در هیئت مدیره آن را دارم، آمادگی دارد راهکارهای فکر شده برای رسیدن به اهداف فوق را با استفاده از ظرفیت‌های مختلف
از جمله عضویت در اتحادیه اوراسیا و سازمان شانگهای ارائه نماید. سپاسگزارم. سلامت و تندرست باشید. زنده باشید. موفق باشید.